سلام، خوش اومده به این ویدیو خفن از روبلاکس. خب دوستان ببینید، ما توی روبلاکسی بازی آوردیم رفتیم که توش با خونه خودمون رو بسازیم قشنگ، میتونیم دوست رفقامون هم بیاریم. خب من میخوام خونه خودم رو بهتون نشون بدم. اینجا کلی سلاح و اسلحه و اینا دارم که میتونم با اینا برم دنگ بزنم تو کله بقیه. خب این سرباز یکیه، بازی لک شد. این سرباز یکیه که من میخوام برم بزنم نابودش کنم، ولی اینجوری نمیشه، باید با تفنگ نابودش کنم. خب ببینید، اول سر این چراغ اینجا باید کلیک کنید اینجا که خاموش و روشن بشه. اینجا میتونیم مشخص کنیم که کی بیاد خونت. میتونیم فقط دوستات بیان، یا میتونن همه بیان، یا میتونن هیچ کس نیاد. من فعلا میذارم دوستان بیان، یکی از دوستان اومد تو بازی بتونه بیاد خونه. خب این صفحه شدن خیلی کوچیک شد که اوکی شد. خب اینجا آسانسور داریم و این طبقه است، تفنگ، این توپ آتیشی و شمشیر. خب اینو میزنیم بریم اون بزنید. اینجا هم میتونیم بشینیم تا آسانسور حرکت کنه و بره. خب ببینید بچه، من با پاشم الان میریم اینجا طبقه جدیدمونه، کلی پول گیر آماده هم میسازم. خب اینجا میریم دیگه، این هم میتونم میسازم. خب باید بریم پول جمع کنیم. حالا شاید براتون سوال میشه پول از کجا جمع کنیم. خب نشونتون میدم پول از کجا باید جمع کنیم. خب ببینیم آسانسور بریم. خب اول بازی خونتون هیچ چیز نیست، هیچ چیزی نیست. اینجا باید برید پول جمع کنید. پول جمع میکنید. خب من این چیزی نشونتون ندادم، این میتونید خودتون رو باش خوب کنید. اینجا هم جای اسلحه هاست، میتونید مثلا بخرید و اینا. و اینجا دوربین خونتون که میتونید باش لیزر هم بزنید. چه خفنه، دمیج هم میدهید. من درست بتونم بزنم. مثلا یکی خواست بیاد خونه ما، اینجا من نخواستم، اینجوری با لیزر هم میزنم. خب این تازه کار یه رو صبحم شد. خب این هم از قضیه دوربین و اینا. کلید، هر از گاهی یه کلید گیرتون میاد که باید برید یه جایی که به ازای هر کلید یه دری باز میشه، توش پر جعبه پوله. خب الان من میخوام برم اونجا. این خیلی خفنه هیرو. خب بریم بریم به سرعت برق و باد. این معمولیه، باز میکنیم، باز شد دیگه. خب همه پولا رو برمیداریم، خیلی هم عالی. یعنی میخواد ما رو بزن، مثلا بزن نابودش کن. خب کشتیمش. دوستان بزن بریم. ببخشید که توی ویدیو قبل بی حال بودم. من تا اون ویدیو 20 دقیقه پیش من اون ویدیو رو گذاشتم آپلود کردم توی یوتیوب. یکی هم میخوام الان بذارم. خب بریم سریع، میخوام خونم رو بزرگ کنم. بزرگ به به. اگه هم دوست داشتین لایک ها رو به 5 تا برسونید که من بذارم براتون پارت 2 شو و بازی دیگه روبلاکس. راستی اسکین هم خفنه. خب بزن بریم. واسه یکم دیگه پول جمع کنم حالی که منتظر موندم. خب بزن بریم بالا.
بریم طبقه بالایی. به به ویوی بیرونم ببینید دوستان. اینا میسازم سخت گذاشت. یه طبقه دیگه هم برای من آزاد خورا. خب برم طبقه بالایی. قرار تو طبقه بالایی خیلی چیزا گیرم میاد. این طبقه هم که ببینید 25 و 31 و 50 و 100 و 200 و اینا چیزایی هن که طبقه هن که خیلی خوبن و سلاحی خوبی میدن. من از همین بالا میخوام وایسام یه سربازی بد بزنم. این دوستان اینو که ببینید سربازه، ولی این پلیره. یک گلوله آتیشی هم نشونتون دادم خیلی خفن. گلوله پرت کنم. خب میخوایم بریم پایین. اوکی بریم بزن بریم. خب ای سلام. خب بریم دارم کجا میرم؟ میخوام از شیشه برم. خب اینجا مثلا همیشه پول جمع میکنیم و این سبدا که میادم جمع کنیم بهمون پول میده. میخوام با یکی دوست شم، برم مثلا در خونش در بزن خیلی لیزر داشته باشه بدبخت میشم. یه موز سمتش نابودش کنم اینو. خیلی سرباز علکی این مطلب هست. یه چیزی هم نمیش کنم. یه 400,000 کنم. خب اسمتون هم اینجا بنویسم. من مانم 2461. خب خونه میدونم کوچیکه. خونه یارو زرده کجاست؟ رفت بیرون. زرده رفت بیرون. چقدر بلند بود خونهش. نه اونجاست. نه تا طبقه 21 رفته. بگم خب ای سرباز من ببینید همان 214 اسم میذاره آخر رو نشانه مالکیت بیاد یه رو نرو. این سرباز ماست. کلون من. خب برم ببخشید یکم صدا بد هست. این چیه؟ هم بسازمش. اینه. خب من با لیزرم اذیتشون کنم. خب اینجا می کجایی؟ پلیر هم اذیتون پلیر زرنگه نمی‌کنه. خب دیگه با دستم لمسه همینجوری حرکت میکنم. حتی نیاز نیست مثلا با این حرکتش شدی کمرمون یه پیام میداد. خب بزن بریم بالا طبقه بزن بریم طبقه 4. مثلا نمیدونی که سطح طبقه رو اینجوری با دست بزنی. این مکس رو میزنی میره بالاترین طبقه. من یه بار این بازی قبل بزرگ شدم اسلحه جدید بهمون داد. تفنگ طلایی که بیشتر دامج میزنه. خب اینا میسازیم. خیلی روشون میکنم. این هم چیه؟ این بوم گذاری. خب بریم طبقه پایین. خوب خب دوستان
خیلی ویدیو خوبی بود. امیدوارم بازم لایک کنید ویدیومو، از این ویدیو بذارم و دیگه ارزم به حضورتون خداحافظ.